بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرانقدر رادیو صدای خلافت، باز هم به نشرات دوباره ما خوش آمدید. شما را در برنامه گلهای خراسان که معمولا اطفال خراسان را با خود می داشته باشیم با خود داریم. قراره که می دانید فصل جدید تعلیمی در ولایت خراسان شروع شده. الحمدلله مدارس و مکاتب خلافت اسلامی با مضامینی که از دارالخلافت آمده، شامل درس های دینی، شامل مضمون های عصری، ریاضیات، تعلیم و تربیه، عقیده، تاریخ و غیره می شود شروع گردیده. من حالا در یکی از مکان های قرار دارم که تعدادی از اطفال همانطوری که دستورالعمل و قوانین تعلیم و تربیه از دارالخلافت آمده اینا تعلیم و تربیه خود پیش میبرن. خواستیم با اینا صحبتی داشته باشیم که اینا چه چیزی را در مدرسه میآموزند و چه گفتنی ها به شما شنوندگان عزیز دارن و همچنان چه تحفه ها و چه هدیه هایی دارن. شما را بیشتر منتظر نمیگذاریم، میرویم طرف همین اطفال نازنین. همه شما خوش آمدید. جزاکم الله خیرا. نخست طرف برادر می رویم که کتابی در دست داره و با طور عمیق و دقیق کتاب مطالعه میکنه. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسم خودت؟ یاسر. یاسر برادر. شنوندگان گرامی، با صدای یاسر آشنایی دارید، ولی این بار یاسر را در مدرسه پیدا کردیم. حال برای ما از این بگو که چقدر وقت میشه که مدارس خلافت اسلامی فصل جدید خود آغاز کرده؟ 3 ماه. خب ماشاءالله. دی 3 ماه شما چی چیزهایی را آموختید؟ ما همین کتابا را آموختیم. اول قرآن، حدیث، عقیدت المسلم، سیرت، قرائت مسلم، علوم و اعدادات البدنی. خب تو قبلا پیش از اینکه هجرت بکنی در وطن هم درس میخوندی؟ بله. مکتب میخوندی یا مدرسه میخوندی؟ مکتب. خب مضامینی که اونجا در مکتب حاکم بود اونجا تدریس میشد چقدر فرق داره با مضامینی که در اینجا تدریس میشه؟ فرق زیاد داره. آنها دموکراسی را یاد میته، اینجا اسلام حقیقی را یاد میته. خب ماشاءالله. حال برای ما از این بگو که با برنامه چی آوردی، چی تحفه آوردی، چی هدیه آوردی؟ من میخواهم که 2 حدیث را برای شنوندگان عزیز بخوانم. حدیث در مورد چیست؟ در مورد سلام. سلام دادن. آفرین. در مورد سلام دادن از خودت میشنویم، بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. باب السلام. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق علیه. از عبدالله پسر عاص رضی الله عنه روایت است که گفت آمد مردی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم او را سوال کرد، گفت کدام عمل در اسلام بهتر اجر و ثواب دارد؟ گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم دادن طعام و گفتن سلام بر کسی که شناختی و کسی که نشناختی. متفق علیه. عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على كثير. متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت سلام دادن سواره را بر پیاده و پیاده بر گروه هایی که کم است و کم بر زیادی. متفق علیه. در حدیث اول ما شنیدیم خودت خواندی، گفته که سلام بدهی بر کسی که بشناسی یا نشناسی. خودت چقدر مطابق همین حدیث عمل میکنی؟ عمل میکنم بر این حدیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. و بعد مادر و پدر خود را که میبینم اونا را میشناسیم و برای اونم سلام میده و کسی که نمیشناسیم برای اونم سلام میدیم. خب ماشاءالله. یعنی بر کسی که بشناسی یا نشناسی سلام میتی. بله ماشاءالله. جزاکم الله خیرا. قوانین سلام چگونه است؟ حدیث دوم میشه شرح بکنی چگونه قوانین سلام چگونه است؟ سواره بر پیاده باید سلام بده. بعد راننده برای کسی که نشسته باشد باید برای سلام بده و گروه کم باشه باید بلا گروه بسیاری سلام بده.
ماشاءالله جزاکم الله خیرا. دو حدیث را برادر محترم ما یاسر در مورد سلام دادن و اینکه چه کسی باید به چه کسی سلام بدهد به خوانش گرفت. تشکر از خودت، جزاک الله خیرا یاسر برادر. واقعا احادیث بسیار مفید بود. امید است که شنوندگان گرامی و اطفالی که همین لحظه صدای ما را از طریق رادیو میشنوند از سخنان یاسر برادر مستفید شده باشند. حال طرف برادر دیگه می رویم که میخوایم خدا به شنوندگان عزیز معرفی بکنه. السلام علیکم، اسم خودت؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد یاسر. ماشاءالله دو یاسر پی در پی آمد. امید است که از این برادر هم تحفه بسیار جالب بشنویم. خودت چه وقت میشه که اینجا درس میخوانی یا مهاجر شدی در اینجا؟ 3 ماه. 3 ماه میشه که اینجا درس میخوانی. چی چیزی را آموختین شما در اینجا؟ مسائل دینی را آموختیم. خب ماشاءالله. چه وقت میشه که مهاجر شدین اینجا؟ 1 سال. قبل از اینکه هجرت بکنین اینجا در وطن در او منطقه‌ای که خودتان بودین اونجا درس میخوندی؟ بله. مکتب میخوندی یا مدرسه؟ مکتب میخوندی. مضامینی که در مکتب اونجا تدریس میشد با مضامین خلافت چقدر فرق داره؟ زیاد فرق داره. حالی از خودت میشنویم که چه تحفه و چه هدیه داری؟ یک حدیث درباره فضیلت درود میخوانم. خب ماشاءالله از خودت میشنویم. خب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی. از علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم البخیل من ذکرت عنده. بخیل کسی است که اسم مرا بشنوه پس بر من درود نفرسته. ماشاءالله بخیل کسی است که اسم مرا بشنود و برای ما درود نفرستد. قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است. امید است که شنوندگان عزیز هر زمانی که اسم نبی کریم صلی الله علیه و سلم ذکر میشه در یک مجلس یا در یک حلقه یا در یک جای، بر مسلمان ها واجب است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درود بفرستند. امید است که شنوندگان عزیز از این حدیثی که تو خواندی مستفید شده باشد. جهان سپاس از خودت، جزاکم الله خیرا. و ایاک. شنوندگان گرامی، قراره که شما میدانید الحمدلله در ولایت خراسان از اقوام مختلف، از اقشار مختلف مهاجرین جمع شدن زیر پرچم توحید، زیر پرچم سیاه خلافت اسلامی تا اینکه این نور خلافت بر مناطق دیگه گسترش بدهند. از این جمله یک برادری که اینجا من میبینم به زبان روسی تکلم میکنه، اصلیتش شاید از روسیه باشه، میخواد که به زبان روسی یک پیام به شنوندگان عزیز داشته باشه. اگرچه شنوندگانی که همین لحظه صدای ما را از طریق رادیو میشنون به زبان روسی شاید بلدیت نباشن، ولی ان شاء الله در مناطقی که به زبان برادر میفهمن ان شاء الله مفید خواهد بود. بفرما. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسم خودت؟ نور اسلام. نور اسلام. ماشاءالله به برنامه خوش آمدی. جزاک الله خیر. فارسی را میفهمی؟ بله. بله. خودت آماده است که پیامی را به زبان روسی بخوانی؟ پیامت از چیست و درباره چیست؟ Я хочу сказать про тему еду. باب آداب الطعام. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. Умар бин Аби Сальмат риваят сделал, что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Эй, мальчик, кушай правой, скажи с имени Аллаху бисмилля, кушай правой рукой и кушай с своей стороны». متفق عليه. با فارسی میتونی بگویی که چی گفتی تو؟ با روسی ترجمه کردی، حال میتونی با فارسی ترجمه کنی؟ بله. از عمر بن ابی سلمت روایت هست نبی صلی الله علیه و سلم گفت برای من: ای غلام، اسم الله بگی و بخور با دست راست از پیش خودت بخور. ماشاءالله. امید است که شنوندگان گرامی از حدیثی که خواندی مستفید شده باشن. واقعا حدیثی بود که آداب طعام خوردن برای مسلمان ها، خاصتا برای اطفال نازنینی که تازه دارن زندگی را تجربه میکنن، خیلی ها مطلب جالبی بود. حدیث هم حدیثی کوتاه بود. امید است که اطفالی که همین لحظه صدای ما را میشنون از این حدیث مفهوم گرفته باشن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را یک بار دیگر زنده بکنن. جزاک الله از خودت نور اسلام. حال طرف
برادر دیگه می رویم که به زبان ازبکی تکلم میکنه. پیشتر هم گفتیم که اقوام و اقشار مختلف در اینجا حضور دارن. این فضل الله متعال است که از هر زبان و از هر قوم اینجا زیر یک پرچم، زیر یک هدف و زیر یک منهج جمع شدن. منتظر نمیمونیم، شما را طرف برادر می رویم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسمing nima? یوسف. Yusuf brother, aziz tinglovchilar, oldin ham Yusuf brother bilan tanishgansizlar. Ismi Yusuf bo'lib, oldin ham dasturimizga shirkat qilgandi. Hozir o'zingizdan eshitaylik, nima olib kelgansiz? Hadya nima bor? Aziz tinglovchilarga nima hadyangiz bor? Mana bu hadyam borki, hadis nabaviydan mana bu babul birrul validaynni o'qib beraman. Xo'p, birrul validayn nima degani? Ota-onani yaxshi ko'rishlik. Afarin, o'zingizdan tinglaymiz. Marhamat sizga. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بر الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه دان رواية قيان حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم yanıga bir kishi kelib shunday dedi: ey Rasululloh, kim meni yaxshilik qilishimga yaqinroq odam kim? Dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: onang. So'ngra dedi: kim? Onang dedi. So'ngra kim? Dedi. Onang dedi. So'ngra kim? Dedi. Otang dedi. Muttafaqun alayh. Ota-onaga yaxshilik to'g'risida hadisda o'qib berdingiz. Ko'p rahmat sizdan, jazakumulloh xayran. Boshqa bilan so'zi buran gaplaringiz bo'lsa, marhamat. Eshituvchilar ham mana shu hadisga amal qilishni xohlayman. Umid qilamizki, eshituvchilar ham, tinglovchilar ham hadisni eshitib amal qilishlikka harakat qilsa. Jazakumulloh xayran sizdan Yusuf birodar. Xo'p, shinondagon giromi, ol tarafi birodari دیگه میرویم که بسیار شوخ به نظر میرسد. السلام علیکم. و علیکم السلام. اسم خودت؟ جعفر. خب جعفر برادر در برنامه‌های گذشته هم شرکت کرده بود، با صدایش آشنایی دارید. این بار مطلب بسیار مهم را آورده. چی پیام و چی تحفه و چی هدیه داری در برنامه کنونی؟ ديني الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ديني الإسلام. عقيدتي أن الإسلام ديني ولا أبتغي غيره دينا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الاستسلام بالله بالتوحيد، الانقياد بالله بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، موالاة المسلمين معاداة الكافرين. دینم اسلام، عقیده من این که اسلام دین من است و دیگر دین را غیر از اسلام دیگر دین را نمی جویم. الله تعالی فرمود: همانا دین در نزد الله اسلام است. تسلیم می شوم به الله و به توحید و تسلیم می شوم به الله و به طاعتش. بیزاری جستن از شرک و از اهلش، دوستی کردن به مسلمان ها و دشمنی کردن به کفار. این اصل عقیده است. خب جعفر برادر، تشکر از خودت. حال میشه امین خلاص عقیده را که بیان کردی، 5 چیز را بیان کردی، بر شنوندگان عزیز کمی تشریحی بیان کنی؟ الاستسلام بالله بالتوحید، یعنی این معنی دارد که الله تعالی را در ربوبیت، در الوهیت، در اسماء و صفات یاد دانستن. یعنی الانقیاد بالله بالطاعه، الله را اطاعت میکنیم به آن چیزی که ما را امر کرده است و از آن چیزی که ما را منع کرده است از آن دست میبرداریم. البراءة من الشرك و اهل، یعنی بیزاری جستن از شرک و از اهلش، یعنی از کسی که شرک میکند، سجده میکند به قبرها و حکم میکند غیر قانون الله، و همچنین از طاغوت، از سربازان طاغوت. موالاة المسلمین، یعنی دوستی کردن با مسلمان ها و محبت کردن با مسلمان ها. معادات الکافرین، دشمنی کردن و بغض و کینه کردن با کفار. خب ماشاءالله بسیار مسائل مهمی را در مورد عقیده بیان کردی. امید است که شنوندگان عزیز از این چیزهایی که گفتی مستفید شوند و عمل بکنن. تشکر از خودت جعفر برادر، به امید است که در آینده هم همچنین موضوع مهمی را در برنامه با خود داشته باشی. جهان سپاس، جزاکم الله خیرا از همه شما اطفال نازنینی که در برنامه شرکت کردید، با حضورتان برنامه را رنگین و رنگین‌تر ساختید. از همه شما شنوندگان عزیز هم تشکر و جهان سپاس که تا ایدم با ما بودید. انشالله در برنامه‌های آینده باز هم اطفال نازنین با خود در برنامه می داشته باشیم. فعلا وقتی برنامه به آخر رسیده، الله نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.